الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که در نماز در حالت راست ایستادن دست را به زیر ناف بسته می شود یا که به بالای ناف بسته می شود و حکم این مسئله را بیان بکنید. بارک الله فیکم. اولا میگم که البته یکی از سنت های نماز، سنت تأکید شده این است که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز راست می ایستادند، دست راستشان را بر بالای دست چپ می گذاشتند و می بستند و البته این به اتفاق و به روایت های گوناگون اثبات شده است. خیلی که روایت آمده است از علی رضی الله عنه، از ابی هریره و از نخعی، از سعید بن جبیر، ثوری، شافعی و حتی اصحاب الرأی یعنی مذهب ابو حنیفه که همه این را ابن منذر از مالک روایت کردند و این چنین علمای دیگر این را ذکر میکنند که البته ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با حدیث های متفق علیه آمده است که در حالت راست ایستادن دستی خود را، دستی راستشان را به دست چپ به بالای دست چپ میگذاشتند و اما دستشان را به کجا میگذاشتند؟ مکان گذاشتن دست نه در زیر ناف، نه به بالای ناف، بلکه بالاتر به بالای صدر میگذاشتند. صدر کجاست؟ بالای معده، بالای شکم، از طرف بالای شکم. چخیلی که امروز در تاجیکستان نمازخوانی زنها را میبینید که دستشان را بالای سینه خود میگذارند، انم اینجا صدر است. مردها هم همین خیل است. شریعت اسلام در مسئله نمازخوانی زن و مرد فرق نگذاشته است الا در بعضی حالتها جزئی یسیر، اما در مسئله دستگذاری البته نماز زن و نماز مرد یک رنگ است. اما امروز اهل بدعت آمدن میگن که نماز مرد باید دستش در زیر ناف باشد، نماز زن باید در بالای قفس سینه اش باشد. این ضعیف است، بلکه نماز مرد و زن یک است و این روز نمازی که زنهای ما میخوانند موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. مردها هم باید دستشان بالای صدرشان باشد، بالای قفس سینه شان باشد و البته در این مسئله حدیث اومده است. خیلی که ابن خزیمه رحمه الله با رقم 479 حدیث رو روایت میکنند از وائل ابن حجر رضی الله عنه که میگند صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. من با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز خواندم. وائل ابن حجر میگند من با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز خواندم و دیدم که رسول الله دست راستشان را بر بالای دست چپ گذاشتند و به بالای صدرشان قفس سینه شان گذاشتند و این حدیث البته در تحقیق صحیح ابن خزیمه صحیح گفته شده است. علمای محققین حدیث را صحیح میدانند. بارک الله فیکم. و اما حدیث هایی که آمده است که گویا در اونجا ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود را زیر ناف خود گذاشته اند، یک حدیث از علی و یک حدیث از مادرمان عایشه رضی الله عنها، این حدیث های ضعیف است. علما میگند همه حدیث هایی که روایت می شود که رسول الله دست را زیر ناف گذاشته اند، این حدیث ها یا حدیث های ضعیف است یا حدیث هایی که اصلا اصل ندارد. بارک الله فیکم. خیلی که سندی در حاشیه ابن ماجه میگن که و بالجمله فكما صح ان الوضع هو السنه دون الارسال ثبت ان محله الصدر لا غیر. و بالجمله میگن ثابت شده است که گذاشتن دست با بالای همدیگریش، یعنی دست راست رو با بالای دست چپ گذاشتن، این سنت است. اما دست رو راست پرتافته ایستادن در نماز این البته سنت نیست، این بدعت است. خیلی که امروز بعضی از مسلمان های که خود را به اسلام نسبت میتن خوارجینی که در اردن وجود دارد، قاعدین، یا که بعضی از انسان هایی که در آفریقا هستند، در حالت نماز خواندن دست های خود را راست میدارند که البته این بدعت است. باید دست بسته باشد، دست راست به بالای دست چپ بسته باشد در نماز و محلش کجا باشد؟ محل دست گذاشتن صدر، در بالای صدر باشد، لا غیر، نه در کجا، نه در زیر ناف، نه در بالای ناف، بلکه در صدر باشد. و اما حدیثی که گذاشتن دست به زیر ناف باید باشد، میگن که تمام علما اتفاق کردند که اتفقوا علی ضعف، اتفاق کردند که این ضعیف است. بارک الله فیکم. پس این بود در مسئله گذاشتن دست و حکم آن در حالت قیام نماز.